سلام، من امیرحسینم و اینجا چنل اختصاصی بدنسازی کشتیه و میخوام تو استودیو و باشگاه بدنسازی چنل مولا رسلینگ به شما آموزش های لازم برای تقویت عضلات مرکزی بدن و به خصوص در ناحیه پشت رو بهتون بگم. با من همراه باشید. قبل از اینکه بیایم در مورد عضلات پشتی ستون مهرهامون، عضلات پشتی تنمون تمرین بدیم، بهتره که یه آناتومی کلی از این ناحیه داشته باشید. همینجور که توی تصویر مشاهده می‌کنید در قسمت بالای ستون مهرهامون عضله بزرگ و وسیع تراپزیوس وجود داره که چند ناحیه داره. کار اصلیش اینه که از ستون مهرهامون مراقبت میکنه خم و راست شدن هایی که تو قسمت بالای ستون مهره اتفاق میفته. عضله اصلیمون همین عضله هستش. تو قسمت کناری عضله لاتیسیموس دورسی یا پشتی بزرگ رو داریم که عضله به شدت کاربردی توی لیفت کردن ها و هر حرکتی که شما توی این حالت ها توی کشش ها داری انجام میدی، این عضله به خصوص تقویت میشه و درگیر میشه و کار مراقبتی از ستون مهرهام داره. یه عضله هدفی که همه کشتیگرا دنبالشن، عضله فیله کمر یا کوادراتوس لومبار. این عضله خیلی کاربردیه به خاطر اینه که توی کشتی ما زیاد خم و راست شدن داریم، زیاد انقباضاتی داریم که کمک ما میکنه توی لیفت کردن ها، توی بلند شدن ها. موقعی که زیر میگیری میخوای کمرتو صاف بکنی، این عضله فیله کمرمون باید خیلی تقویت بشه. هم کار مراقبتی داره از ستون مهرهامون و هم کار خم و راست شدن ستون مهرهامون رو داره انجام میده. باید اختصاصی روش تمرین بکنیم، تمرین بهش بدیم با دو برنامه ریزی که میتونیم براش داشته باشیم. نکنید انقباضاتی که ما میتونیم برای این ناحیه از اختصاصا این ناحیه پایینی تحتانی ستون مهرهامون داشته باشیم. انقباضات ایزومتریک انقباضاتی هستش که طول عضله کوچیک و بزرگ نمیشه، مثل جلو بازو زدنتون نیست که شما میبینی عضله داره جمع میشه و باز میشه. این ایزومتریک ها نوع انقباضی هستن که شما با طراحی تمرین ویژه‌ای که ما قراره بهش بدیم عضله در جای خودش تنش ایجاد میکنه و این باعث تقویت بیشتر و یه چالش خیلی قوی تر برای این ناحیه میشه. ما به این صورت براش تمرین در نظر میگیریم. یه سری تمرین هم هستش که ایزوتونیک که طول عضله بزرگ و کوچیک میشه که شما همتون هم بلدید، میری با دستگاه فیله کمر همون خم و راست شدن باعث کوچیک و بزرگ شدن عضله توی این ناحیه میشه که بارها این کارو انجام دادید و من این تمرین رو خیلی توصیه نمیکنم چون که خودش باعث آسیب بیشتر میشه. بریم چند نمونه تمرین رو بهتون بگم که میتونید تو روز تمرین بدنسازیتون ازش استفاده بکنید. یه برنامه کامل و جامع. حرکت اولی که توصیه میکنم بهتون انجام بدید حرکت فیل سوپرمن. حالا چجوری انجام بدیم که کیفیت لازم رو داشته باشه؟ دستمون به سمت جلو باشه، پاهامون کاملا تو راستای طبیعی تنه حرکت رو انجام بدیم. این حرکت رو میتونی 15 تا 20 تکرار انجام بدیم. ما با اینکه روی زمین میخوابیم میایم دامن حرکتی رو محدود میکنیم. اول صحبتام گفتم هر چقدر این دامن حرکتی وسیع‌تر باشه برای اجرای این حرکت فیله کمر باعث آسیب پذیر شدن شما میشه. یعنی تا میتونید این حرکت ها رو محدود بکنید توی دامن حرکتی ایمن اجراش بکنید که عضله تقویت بشه. قرار نیست شما با این کار به ستون مهرهاتو آسیب بزنید. پس حرکت اول فیله سوپرمن. زیادم نمیخواید هایپر اکستنشن بکنید به سمت بالا بیاید، این کار خیلی مناسب شما تو اجرای این حرکت نیست. 20 تکرار که این حرکت رو زدی. حالا حرکت یه مقدار سخت ترش میکنم. سمت راست بدنمون انقباض، سمت چپ بدنمون انقباض و مکس میکنم. 20 ثانیه مکس، رها میکنم. 20 ثانیه برای سمت دیگه. اگه فیله کمرتون عضلات تنتون همچنان قوی نیست میتونی دستتو بذاری زمین و کمک بگیری و رفته رفته این انقباض رو اعمال کنی. برای حرکت بعدیمون آقا زن توپا رو بنداز بیا. بدون این توپا نیاز داری همون حالت که روی زمین خوابیده بودی حالا روی توپه دراز میکشی. پاهامونو میاریم بالا، با دستامون سعی میکنیم که
تعادلمون رو حفظ بکنیم. 20 ثانیه شکممون کاملا منقبض، کمرمون منقبض و مهمترین عاملی که کمک میکنه شما اون قسمت تحتانی ستون مهرات رو انقباض بدی عضلات سرینیه، همون باسن. اینجا من با دست نشون بدم کاملا منقبض میکنی. 20 ثانیه مکس با دست تعادل رو حفظ میکنی و این حرکت هم تمام میشه. بریم سراغ حرکت بعدی. دوباره تو اون حالت منقبض میکنی. این بار برای اینکه بخوایم چالش رو روی این عضلات بیشتر بکنیم سعی میکنیم که دستامون رو برداریم، حتی برای 1 ثانیه هم شده برمیداریم تا بتونیم خودمون تعادلمون رو حفظ بکنیم. 40 ثانیه تا 60 ثانیه برای کسایی که حرفه‌ای‌تر دارن تمرین میکنن و برای مبتدی‌ها که تازه دارن تمرینات بدنسازی رو انجام میدن این حرکت رو توصیه میکنم. تعداد ست ها با توجه به آمادگی بدنی شماست. اگه آمادگی زیادی نداری 2 تا 3 ست، آمادگی بدنی بیشتره وزن سنگین تری میتونی تا 5 ست هم انجام بدی. حرکت بعدی بدون از این کشا نیاز داریم. من کشو کامل بهت نشون بدم. مقاومت قرمزش معمولیه، مقاومت مشکیش یه مقدار بیشتره، مقاومت سبز و بنفشش مقاومت‌های بیشتری رو اعمال میکنه. یه کشتیگیر مثلا 60 کیلو به بالا میتونه با مقاومت‌های سنگینش هم بزنه. به این صورت روی زمین قرار نگاه کنید من چه جوری میذارم پشتم این کشه رو که کامل بتونم ازش استفاده کنم. پشت گردنم هم قرار میدم کامل. به این صورت به سمت پایین میرم و میستم. یه حرکت بسیار کاربردی با مقاومت و کشسانی که کش داره انجام میده. یه چالش خیلی قوی برای عضلات پایین کمرم، فیله کمرم و اون قسمت تحتانی ستون مهرهامون داره که شما میتونی ازش استفاده بکنید. اگه میخوایم این حرکت یه مقدار پیچیده تر بگیم، سخت‌ترش رو بگیم، مثل عقب‌تر وایسم تو حالت ایستاده این کارو میکنیم و این حرکت رو انجام میده. من کامل از کنار هم بیستم و به شما نشون بدم. حرکت سلام ژاپنیه دیگه. میتونی حرکت هم 15 تا 20 تکرار انجام بدید. چند نمونه تمرین بهتون گفتم که میتونید ازش استفاده بکنید در روز تمرین بدنسازیتون. ابتدای تمرین بهتری که انجام بشه و اگر هم بین تمرین انجام دادید باز هم مناسبه این تمرینات رو به آخر تمرین نذارید. آخر تمرین ستون مهره‌های شما توی یه انقباضاتی قرار گرفته، شاید آسیب پذیرتر بشه، شاید فشار وارد اومده به دیسکا محدودترش کرده باشه، یه مقدار بیرون زدگی براشون ایجاد شده باشه. با اجرای حرکت‌های فیله کمر تا آخر تمرینتون باعث تشدید این آسیب میشید. پس توجه بکنید به این مسئله‌ای که خدمتتون گفتم. حتما چنل ما رو به دوستاتون، به رفیقاتون که کشتی دارن میگیرن معرفی بکنید، سابسکرایب کنید، زنگوله بالا رو هم بزنید که ویدیو میذارم ازش بخواید استفاده کنید راحت باشید. دمتون گرم.